این هفته خبر تو خبر داره براتون از قمپوزهای کرونایی ولایت و خالی بندی های بوفالوی عمامه‌دار عظما که میخواد با این روزها بسیجی های درب و داغون رو سرپا کنه. بچه جوانای متدین با ایمان ما سنشون بین 27 سال تا 30 چند سال بیشتر نیست. اینا واکسن ایرانی به وجود آوردن اونقدر اطمینان بخش که مؤسس اصلی این تشکیلات واکسن سازی دختر دردانه خودش رو تسلیم تزریق آزمایش انسانی این واکسن می کند و بچه عزیزدانش رو عامل قرار میده برای آزمایش انسانیش و بعد از آزمایش انسانی که هنوز 2 مرحله بیشتر انجام نگرفته، مرحله سومش باقی هست، خبری که دادن گفتن تا به الان مسئله آنتیبادی در این افرادی که واکسن زدن برای آزمایش تا 8 برابر رشد کرده است و بیشتر. اینجاست که میشه فهمید این بوفالوی ولایت به اندازه این گاوم چیزی حالیش نیست وگرنه به یه دردی میخورد. اون سر بازار مکاره ولایت شیخ ولی وایساده و داره برای واکسن‌های قلابی نظام بازارگرمی میکنه. تقریبا ما میتونیم بگیم سال آینده انشالله 3 تا واکسن رو پیش رو داریم. حالا آخر بهار تو تابستان انشالله 1 واکسن برکت، 1 واکسن رازی هست و 1 واکسن پاستوره. این همون شیخ فریه که عظما گفته بود کسی نباید بهش بد و بیرا بگه، اما ببینید کار نظام به کجا کشیده که یه آخوند روی آنتن تلویزیون اینطوری روحانی رو دراز میکنه. بیشتر از بنده در مورد مسئولین میگن که مسئولین این گونه هستن آن گونه هستن که ما قبول داریم. مسئولی که میشینه تو خونش، نمیدونم به شما اگه اصولم شاید پای منقلم باشه، سر نمیزنه به این طرف و اون طرف ببینه آقا کجای مملکت چی داره میگذره. حتی وزراش باش به شما اگه اصولم نمیتونن تماس بگیرن مسائلشون رو مشورت کنن. این مسئوله؟ مسئولین در جمهوری اسلامی خیلی خیانت کردن. من یادم میاد اون مسئول و وزیری که گفت من اومدم مسئولیت گرفتم به خاطر اون یه لیوان شیر خری بود که در بچگی وقتی مریض شده بودم به من دادن خوردم. عظما که خودش پای منقل نشسته بود وقتی دید به شیخ فری گفتن منقلی دست پاچه شد و از ترس جر خوردن عباش به رئیس تیوریش گفت که برو و بگو غلط کردین. همچنین رئیس رسانه ملی به دلیل اظهارات نسنجیده یکی از مهمانان برنامه زاویه شبکه جهار از مخاطبان فریخته رسانه ملی و ریاست محترم جمهوری به نوبه خود عذرخواهی کرد. البته آتیش این جنگ و دعواها با این نمایش‌ها خاموش نمیشه و اوضاع داخلی نظام به قدری خرابه که همین مصیبت از یه جای دیگه میزنه بیرون. همون روزای اول مجلس خبری منتشر شد که آقای روحانی در جلسه هیئت دولت پیشنهاد استعفای دست جمعی رو داده. در جریان کرونا آقای روحانی خودشو به هر در و دیواری زد که مجلس تعطیل بشه. 2 هفته همه کشور تعطیل، مجلس باید تعطیل بشه. خب مجلس پروتکل‌ها رو رعایت میکنه، ساختمان‌ها رو جدا کرده، برای اینا سخته تصمیمات و مصوباتی که مجلس داره. حدس آقای روحانی هم درست بود، چون میخواست مجلس نباشه که این طرح اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها یه روز هم عقب‌تر یه روزه. مجلس گذشته نیست که وکیل دوله باشه، مجلس وکیل الملت است. این مجلس مطالبات مردم رو پیگیری میکنه و منعکس میکنه و یکی از خواستهای مردم معیشته. روشی که دولت پیش گرفته متناسب با روش مجلس نیست. این هم تصویری از هماهنگی دولت و مجلس در نظام ولایت. نتایج انتخابات آمریکا هم
باعث شده که توی نظام ولوله بیفته و جک و جونورا به جون هم بیفتن. از یه طرف اصلاح طلبای قلابی باند عظما رو مخاطب قرار میدن و اینطور میگن. آقای شریعت مدنی، بله ببینید شما، بله بفرمایید، شما با یه جامعه روبرو هستید که امروز این جامعه با این تفکر و دیدگاه کشور رو دارید میبرید به سمت نابودی. اینی که هر روز جمع بشید بگید که اینجا اسرائیل اومده، اینجا آمریکا اومده، توی دستگاه امنیتی کشور مدیر کل ضد جاسوسیتون جاسوس اسرائیل در اومد. از اون طرفم این شریعت نداری بادکنک اصلاح طلبای قلابی رو میترکونه و میگه الکی دلتون رو صابون نزنید که تحریم‌های هوشمند تو راهه. این آقای بایدن که آقای خرازی میگن در حال دنبال مذاکره است، آقای بایدن میگه که تحریم‌های، میگه فشار حداکثری نتونسته کارآمد بشه. چرا؟ چون باید تحریم‌های هوشمند بهش اضافه بشه. اون نمیگه اینو برداریم، میگه تحریم هوشمند اضافه بشه. این یکی هم پته زوقمرگی باند شیخ بری رو اینطوری میریزه روی آب. این یه نوع خیالاتی هست. اولی که برجام امضا شد چی شد؟ مگه جشن و کارناوال و شادی تو خیابانا راه نیفتاد؟ گفتیم عجب عالی شد. حتی یادم میاد رئیس بانک مرکزی وقت جلسه برای ما داشت گفت بعدم روزنامه‌ها فردا زدن اگه یادتون باشه که 1000 تا ال سی باز شد. اگه یادتون باشه. یادتون هست رسما منتشر شد. بله. کسی که این حرفا میزنه اصلا نمیدونه ال سی چیه. چون ال سی که به این سادگی نیست. شما باید بانک کارگزار این ور باشه اون ور باشه، چه تفاهماتی، بعد با ضمانتنامه صادر کنن. گفتن 1000 تا ال سی باز شد. و مطمئنم من اگر میگفتی ال سی چیه، حتی اسم چیه آدم نمیدونه. خب خوشحالی کاذبی در پیش آمد و ما بعد دیدیم که حتی یک معامله 20 میلیون دلاری ما نتونستیم از طریق بانکاشو انجام بدیم. سویفت هم که بلافاصله در دوره‌ای که برجام پایدار بود، در دوره‌ای که اول خوشحالی بود. بله این بعد این موج روانی میاد. بله برای اینکه مردم واقعیت نمیدونن. توضیحاتی که بنده هم دارم میدم در همین راستاست که واقعیت هم اینه آمریکا حافظ منافع خودش هم، یعنی همون سیستمی که من براتون عرض کردم. طبق معمول پاسدار عباسی هم خودش رو بیندازه وسط تا با این عربده‌های دوغکی برای دولت جوان حزب اللهی زمینه چینی کنه. سخن با آمریکا یعنی زدن تو دهن هواپیماش و سخن گفتن با انگلیس یعنی شبانه و روزانه روی کشتی انگلیسی مقتدرانه از آسمان فرود بیای و انگلیسی ملعون خبیث رو به زانو در بیاری. این یعنی مذاکره. این حجت الاسلام گوشکوبم چشمه جدیدی از مردم سالاری ولایی رو به نمایش میذاره و شام مورد نظر عظما برای نمایش انتخابات رو اینطوری سفارش میده. شما حق ندارید از این کسانی که تا حالا امتحانشون رو بد پس دادن، هم رئیس جمهور اصولگرا به ما ضربه زده، هم اصلاح طلب، یه فرد انقلابی جوان شناسایی کنید، انقلابیون هم کمک کنن. 2 نفر بیان، نمیخوام 10 نفر بیان، 2 تا انقلابی بیان، چهره‌های جدیدی باشن، با هم لاریجانی و جلیلی و جهانگیری نمیخوام باشن. شیوه حل مشکلات تو نظام ولایت یه چیزی تو این مایه ها. حالا بشنوید از پاسدار سلامی که وسط این جنگ و دعواها دنبال پرت و پلاگویی‌های خودشه و هر بار یه قمپوزی در میکنه. این نظام ولایی است که میتواند این اندازه قدرت بیافریند و از قدرت موجود تأثیر نامحدود بسازد. به پاسدار سلامی باید گفت قاچ زین را بچسب که زمین خیلی سرسریه. تأثیر نامحدود و این حرفا باشه طلبت. آش خالی بندی و دروغ بافی تو نظام به قدری شور شده
که خودشون هم به زبون اومدن و اینطوری از دروغ در نظامشون پرده برمیدارن. ما الان کارنامه خوبی راجع به عدالت نداریم. شما الان نگاه بکنید، فاصله طبقاتی رو ببینید، شکاف درآمدی رو ببینید و حالا از من میخواید به شما نشون بدم که کم نظام سیاسی دروغ میگه، کم آمارای غلط میده، کم در واقع وعده هایی میده که اصلا هیچ اراده عملی براش نداره. حالا اینا رو میخواید من یکی یکی بشمارم؟ چشم، اگه گفتید میشمارم. اگر مثالی مد نظرتونه؟ مثال زیادی داریم. مثلا تصمیم اقتصادی میگیرن، با سران سه قوه هم میگیرن، بعد اعلام میکنن ما خبر نداشتیم. تصمیم در مورد قیمت بنزین که بعد اون شورش اتفاق افتاد، بعدم میگه من خبر نداشتم. من واقعا نمیخوام وارد مصادیق بشم. فرامونه دروغ اتفاقا یکی از سکه های رایج در واقع این مملکته، اون هم توسط صاحبان قدرت. شما برید نگاه بکنید. من سراغ دارم در زمان یکی از رؤسای جمهوری که یکی از مسئولینشون آمد به من گفت بدهیمون چقدره، بدهی بانکیمون چقدره. رئیس بانک مرکزی اون زمان میگفت من به رئیس جمهور گفتم اینه. خودکار برداشت گفت اینو اینقدر اعلام کنید، اینو اینقدر اعلام کنید، اینو اینقدر اعلام کنید. مگه دست ماست که اینو اعلام کنیم، اونو اینجور اعلام بکنیم؟ این روزا که همه مهره‌های ریز و درشت نظام درباره واکسن اظهار نظر میکنن و هر کس یه نسخه‌ای میپیچه، این ویدیو هم از اکبر کوسه در فضای مجازی منتشر شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این روزها که مبحث واکسن و نمیدونم واکسن داخلی و خارجی و بخریم نخریم داغ هست، خواستم عرض کنم خدمت مسئولین شما قرارداد ببندین، پوستش رو بخرین، وارد کنین، داخلش همون آب مقطر ایرانی رو بریزین، 4000 برابر قیمت هم بدین، ملت میخرن. اثر واکسن هم که مشخص نیست، بزنی نزنی میمیری یا فی‌الواقع نمیمیری. و الموت زمانها الذی تقلّ الموت حقون، یعنی مرگ بالاخره میاد. این وسط هم از نظر کسری بودجه جبران میشه، هم مردم راضی هستن، هم این که سر و صدا میخوابه. خب این تکنیکی هست که سالها بالواقع ما استفاده کردیم، جواب داره. در مورد واکسن هم جواب میده و من الله توفیقا. نظام ولایت کلکسیون آفتاب پرستاست. این هنربند حکومتی که تا دلتون بخواد تو فیلم‌های آبگوشتی نظام در نقش پاسدار و بسیجی بازی کرده، حالا زده تو کار فیلم‌های تبلیغاتی و بازارگرمی برای خرید خونه توی دبی. همین بغل بیخ گوش خونتون دبی رفتید خونه ها رو ببینید، واقعا لایف استایل خونه های دبی با هیچ جای دنیا قابل قیاس نیست. قبول دارید؟ داماک میتونه شرایط ویژه برای خرید خونه تو اونجا رو براتون فراهم بکنه. برید بخرید و حالش رو ببرید. بچه هاتون هم دعاتون میکنن. اما طولی نکشید که این آفتاب پرست ریشو رنگ عوض کرد و افتاد به غلط کردم گویی. سلام، من بابت عذرخواهی از ملتی که خیلی چیزا براشون اهمیت داره و حساسن اومدن. خب متاسفانه تبلیغی کردم که تحقیق براش نکرده بودم، عجله کردم و به توصیه یکی از دوستانم آمدم متنی رو گفتم که اصلا این متن واقعا با اعتقادات و رفتار خود من مغایرت داشت. بابت این اشتباه باز هم عذرخواهی میکنم. رابطه آخوندا با فضای مجازی اونقدر مسخره است که خود پاسدارا رو هم به خنده انداخته. ببینید این پاسدار زرقامی چطوری به ریش خودش و عظماش میخنده. اما نمیشه بزرگان ما همه توی اینستاگرام باشن، رقابت کنن بر سر فالووراشون، بفرمایید که دائم لایو بذارن، 1000 تا کار میکنن، اما دوباره هم بشینن بگن این اینستاگرام مثلا چرا تعطیل نمیشه. خب اول شما تشریف برید بیرون بعد تعطیلش کنید. آخه مردم وقتی نگاه میکنن آیا
تناقض نمیبینن تو رفتار ما. این دوتا مشنگم تو بحبوحه بدبختی های عظما اومدن توی تیریش تا سر جنازه رضاشاه با هم دعوا کنن. چند تا اشتباه همین الان کرد. وقتی هم میگه این وزیر خارجه مزخرف گفته، اون دکتر بیخود نوشته، میگه که عباس میرزا بعد از شکست. نگفتم مزخرف گفته، بیخود گفته، اجازه نمیدم. گفتم اگر یه نفر اومده بود مدح رضا شاه رو گفته بود می آوردی یه خطشو بخونی؟ بله. نه دروغ میگی. نه نمی آوردی. آره دروغ میگی. داری برای که هر چی آوردی علیه رضا شاه ادب داشته باشید. آره دروغ میگی. دروغگو هستی. تو دروغگو هستی. جدیدی شد. شما دارید الان در هفته گذشته یکی از وحوش استبل ولایت یا همون مجلس آخوندی توی ترافیک زد تو گوش یه سرباز و این داستان حسابی سر و صدا کرد. در فضای مجازی این موضوع رو سوژه طنز کردن و انعکاس این خبر در تیویش رو اینطوری به تمسخر گرفتن. سیلی نماینده گل هر کی نخوره خله. روز گذشته ویدیویی مبنی بر برخورد یک نماینده مجلس با سربازی در فضای مجازی منتشر شد و اما حقیقت ماجرا به گفته خبرنگار رسمی CBS این نماینده دلسوز در صدد تقدیر و تشکر از این سرباز وظیفه شناس بوده و در این راستا قصد نوازش دوستانه و پدرانه ناحیه لپ این جوان سرباز را داشته که به علت سرمای هوا و زمخت شدن پوست دستش جای انگشتانش روی صورت این سرباز میماند. در آخرین ماه‌های سال جهش اقتصادی توجه شما رو به تازه ترین محصول اقتصاد ولایی جلب می‌کنیم. این شما و این قفل ضد سرقت. حالا که از سال جهش تولید گفتیم، خوبه یه یادی هم از این کلاه کاسکت مدل قوریی بکنیم که اقتصاد مقاومتی عظما رو کامل کج و کوله کرده. در پایان توجه شما رو به هنرنمایی یک کوچولوی هموطن جلب می‌کنیم که با این استعدادش در زمینه بازیگری از حالا خودش رو کاندیدای اسکار کرده. آفرین. حالا با عصبانیت بگو منو ببر بیرون. آفرین. حالا با چیز بگو، با گریه و ناراحتی. منو ببر بیرون. خب حالا خوابالود بگو، مثلا خوابالودی.